قراره یک درآمد خیلی عالی داشته باشیم، یه درآمد فوق‌العاده. میخوایم چراغ اول رو روشن کنیم و تا آخرش با هم باشیم. پس تا هم با من باش، جایی که میتونیم سود خیلی عالی بگیریم، حتی با حداقل درآمد بهترین درآمد، حتی وقتی که تو خوابی. توی ویدیو قرار در مورد کویباکس صحبت بکنیم. پلتفرمی که امید خیلی زیادی بهش میره، پلتفرمی که یک طرح باینری فوق‌العاده داره، در کنار اینکه یک طرح درصدی هم به صورت روزانه به شما پرداخت میکنه. تا انتهای این ویدیو با من همراه باش تا بیشتر در مورد کویباکس صحبت کنیم و نحوه عملکرد و کارکرد رو با هم بررسی کنیم. سلام رفقا، وقت بخیر. من جهان هستم، اینجا باید کمک میکنم تا بتونی درآمد دلاری خودت رو داشته باشی. برای اینکه از جدیدترین ویدیوها جا نمونی، از جدیدترین نوتیفیکیشن ها و اعلان های درآمدی حتی رایگان جا نمونی، حتما کانال یوتیوب ما رو دنبال کن. از این بالا میتونی ما رو سابسکرایب کنی، لایک کنی تا بتونی زنگوله رو فشار بدی و همیشه ما رو در دسترس داشته باشی. بزن بریم رفیق. خب خیلی سریع بریم سراغ معرفی پلتفرم کویباکس. پلتفرم کویباکس در واقع به 3 صورت به ما سود پرداخت میکنه: سود رفرال، سود روزانه و سود باینری رو به ما ارائه میکنه. یکی از روش‌هایی که به ما سود میده سود روزانه است. یعنی در واقع شما یک پلن رو فعال میکنید و بر اساس اون پلن و سپرده که شما دارید به صورت روزانه به شما سود میده. با هم پلن اول رو ببینیم و در موردش صحبت بکنیم. ببینید اینجا من عکس پکیج دوم رو براتون قرار دادم یا پلن دوم. اینجا به شما گفته که حداقل واریز توی این پلن یا توی این طرح 100 تتر هست تا 499 تتر. رفرال 8%. رفرالی که اینجا گفته 8% از سطح یک واریز زیر مجموعه رو به شما پرداخت میکنه در واقع. و باینری پلنش هم 8% به شما در واقع سود میده. در مورد پلن باینری توضیح کاملی خواهم داد. این ساعتی هم که به شما گفته در واقع اینجا ببینید اینجا میشه 83,000% که در واقع $100 شما اینجا در واقع به شما بین 2 تا 2.5% به شما سود پرداخت میکنه. یعنی در واقع توی این پکیج و توی این پلن $100 در واقع 2 تا 2.5 به شما سود پرداخت میکنه در ازای هر 24 ساعت. و در ادامه هم دارید میبینید که در واقع کپیتال ریتورنتون 100% هست، توتال پروفیتتون 300% هست. خب شما دارید مشاهده میکنید 100% سپرده شما بعد از اتمام دوره تبدیل به 300% میشه و شما میتونید این کار رو انجام بدید و برداشتتون رو داشته باشید. سپردهتون طی 150 روز قفل هست و کپینگ اینجا $1000 هست. حالا این کپینگ چیه؟ این در مورد پلن باینری هست که شما در واقع سایت های سمت راست و چپتون که شما 2 تا لینک هم دارید، اونها رو هر وقت به تعادل برسند در واقع 8% این پلن باینری از این به شما سود میده. توضیح بیشتر رو براتون در ادامه خواهم داد. همه دوره‌های 150 روزه هستن. یادتون باشه شما در انتهای دوره میتونید پکیجتون رو، پلنتون رو، طرحتون رو عوض بکنید یا دوباره پلن جدیدی رو فعال بکنید. که شما اینجا دارید می‌بینید که چیزی هولوش 3.5 تا 4 برابر از سپرده‌ای که گذاشتید در انتهای پلن به شما برمیگرده. حالا برداشت‌ها و اینکه سود رو چطور میتونید برداشت کنید توضیح کامل خدمتتون خواهم گفت. پلن‌های بعدی رو کامل توی متن براتون توضیح دادم و خودتون میتونید مشاهده بکنید. توی در واقع اینجا میتونید ببینید که توی طرح یک توضیحات داده شده از 9 تا 99، طرح دوم، طرح سوم، طرح چهارم، 2 تا طرح دیگه هم داره که برای اینکه این پست و این متن طولانی نشه اونها قرار ندادم، اما توی ویدیو توضیح خواهم داد در موردش و شما میتونید مشاهده بکنید. توی این قسمت هم میتونید ببینید که حداقل سپرده 9 تتر هست، حداقل برداشت 10 تتر هست، سود دائمی زیر مجموعه رو دارید، پشتیبانی از BP20 رو دارید، برداشت دوشنبه تا جمعه، زمان برداشت 8 تا 18 وقت رندن هست. خب اینجا براتون توضیح دادم که شما توی اینکام والت در واقع سود رفرال و سود باینری رو توی این قسمت قرار میگیره که هر وقت خواستید میتونید برداشت بزنید. توی قسمت روی والت هم سود در واقع پلنی که فعال کردید رو این قسمت قرار میگیره و میتونید برداشت بزنید. من خودم یک واریز و یک برداشت رو هم انجام خواهم داد و با هم تست خواهم کرد.
نکته دیگه که باید خدمتتون عرض بکنم، سود رفرال و سود باینری برای داشتنش اصلا به هیچ عنوان اجباری نیست و شما اگر دوست دارید عشقش رو دارید میتونید فعالیت بکنید. اما این رو در نظر داشته باشید که سود رفرال و باینری، خصوصا باینری که بی‌نهایت هست در روز میتونید سود بگیرید، یک طرح بسیار جالب و متفاوت هست که حتما شما هم ترغیب میشید برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدید. و یادتون باشه که سود باینری بسیار بسیار جذاب، متفاوت، پولساز و میتونه در واقع یک سود متفاوت به شما پرداخت کنه. ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. قسمت باینری رو براتون توضیح بدم و بعد بریم سراغ ثبت نام و اینکه چگونه میشه پلن رو فعال کرد. ببینید بچه‌ها، این قسمت باینری هست. هر زمانی که بالا دستی شما یعنی به وسیله لینکی که به شما داده میشه ثبت نام بکنید، میاد توی قسمت سمت راست قرار میگیرید. یعنی اگر بالا دستی شما مثلا لینک سمت راست رو به شما بده، شما میاد توی قسمت راست قرار میگیرید و مادامی که بالا دستی شما رفرال بگیره، یعنی ممبر جدید بگیره، میاد زیر مجموعه شما به همین ترتیب قرار میگیره. یعنی تا این انتها، تا زمانی که بالا دستی شما رفرال بگیره تا انتها میره. یه وقتایی هست شما امکان داره تا انتها همینجوری که این داره پر میشه اصلا نشناسید اونها رو، ولی رفرال شما هستن. پس اگر بالا دستی شما لینک سمت راستش رو به شما بده و شما ثبت نام بکنید، شما سمت راست قرار میگیرید و قسمت آر هم یعنی سمت راست شما تا انتها مادامی که اون ممبر بگیره پر خواهد شد و میمونه لینک سمت چپ. اگر لینک سمت چپ رو شما به رفرالی بدید، این هم پر میشه. و حالا وقتی که این دوتا اینجا پره، دو نفرم شما اینجا بگیرید، بسته به اون پلنی که فعال کردید این تعادل میخوره و شما 8% از دستی که ضعیف‌تر هست میگیرید. به عنوان مثال این دست $1000 سرمایه گذاری کرده، این دست $500، شما 8% از این $500 رو میگیرید. به این شکل هست. حالا پلن رو ببینید. شما اگر پلن یک رو فعال کرده باشید، یعنی بین 9 تا 99 تتر واریز کرده باشید و ثبت نام کرده باشید و دارید سود روزانه‌تون رو به صورت جداگانه دریافت می‌کنید روزی 2.5%، کپینگ شما یعنی حد اون سقفی که باید پر بشه تا شما سود باینری بگیرید 500 تا هست. پس اگر به سقف 500 تا برسید، شما اون تعادل رو گرفتید و 8% از اون 500 تا رو دریافت خواهید کرد. یعنی در واقع اینجا اومده 2 نفر 1000 تا، اینجا هم 2 نفر 500 تا از دست ضعیف‌تر. قانون این به شما میگه که از دست ضعیف‌تر 8% به شما تعلق خواهد گرفت. سیستم جالب و متفاوتی داره و شما اگه بتونید در کنار اینکه لینک دیگه‌تون داره همینطور پر میشه. خب به این نکته باید دقت کنید که شما جدا از اینکه دارید یک سود روزانه 2 تا 3% میگیرید، میتونید از این قسمت باینری هم وقتی یک دست شما داره به وسیله بالا دستی اضافه میشه و میره پایین، دست دیگه‌تون هم میتونید بیاید خودتون اضافه کنید. در ضمن اینکه اگر توی دستی که خالی هست شما کم آوردید، میتونید به بالا دستیتون یا کانالی که این ویدیو رو قرار داره در واقع این پلتفرم رو تبلیغ میکنه با ادمین ها، با اجنتشون در ارتباط باشید و بگید آقا من به عنوان مثال اینجا رو کم آوردم و مثلا یک نفر دیگه میخوام تا تعادل بخوره 8% مون بگیرم. اون حالا مدیر کانال یا اجنتش یا در واقع بالا دستی شما میتونه به شما کمک کنه بیاد پایین، چون در واقع این یک سود کلی هست، یعنی همه با هم سود میکنید و به این صورت هست که در واقع شما همینطور که دارید ادامه میدید، همونطور که خدمتتون عرض کردم، وقتی دارید سود 2.5% از سپرده‌گذاریتون که به صورت جداگانه میگیرید، چه خوب هست که این رو هم ادامه بدید، با بالا دستیتون هماهنگ باشید و بچه‌ها رو بشینید تا بتونید سود رو دریافت کنید. بریم ادامه ماجرا رو با هم ببینیم. خب دوستان عزیزم، بریم برای ثبت نام. برای ثبت نام لینک رو توی دیسکریپشن یوتیوب، کامنت ها و توی کانال تلگرامی و گروه قرار دادم. کلیک بکنید، وارد این قسمت بشید. این قسمت یک اسم برای خودتون انتخاب میکنید. کشورتون رو از این قسمت ایران انتخاب میکنید یا هر کشوری که هستید. این قسمت پوزیشن که به شما داده و این قسمت آیدی که این پایین داده در واقع اون بالا دستی شما هست، آیدی بالا دستی شما هست. اگر لینک راست رو بده این بالا راست مینویسه و اگر لینک سمت چپش رو بده که در واقع چپ مینویسه، که به این دوتا کار نداره، به صورت اتومات خودش پر خواهد شد. توی قسمت بعدی یک ایمیل به شما در واقع داده که باید قسمت رو پر بکنید، یادتون باشه ایمیل رو بگذارید که حتما اکتیو باشه و بهش دسترسی داشته باشید. یک شماره اینجا وارد میکنید، پسوردتون رو اینجا وارد میکنید، توضیحات پسورد رو حتما بخونید، حروف کوچک و بزرگ، 8 کاراکتر کمتر نباشه و یک کاراکتر هم باید بهش اضافه بکنید، در واقع یک آیکون که یک پسوردی باشه که به خاطر بسپارید. شما این کارو که انجام دادید، کپچا این پایین رو حل میکنید، این در واقع حروف رو این پایین قرار میدید و ساین اپ رو کلیک میکنید. خب اینجا این نکته وجود داره، شما بعد از اینکه این جای خالی رو پر کردید و در واقع اکانتتون رو ساختید، ساین اپ رو کلیک کردید، به شما میاد
یک ممبر آیدی میده. این آیدی رو به ایمیل شما ارسال میکنه با پسورد شما. پسورد که همون پسوردی است که شما خودتون دادید، اما یک ممبر آیدی به ایمیل برای شما ارسال میکنه که اون میشه آیدی ورود شما. یعنی شما هر وقت بخواید وارد بشید باید اون رو در واقع وارد بکنید که بتونید وارد پلتفرم، که اون ممبر آیدی که براتون میفرسته با QW در واقع شروع میشه. پس یادتون باشه بعد از اینکه این قسمت رو پر کردید، ساین اپ رو کلیک کردید، یک ممبر آیدی براتون ارسال میشه، پسوردتون هم ارسال میشه. پسورد که همون پسوردی است که شما وارد کردید. ممبر آیدی در واقع آیدی است که شما وارد پلتفرم میشید و در کل آیدی شما در واقع هست. بعد از اینکه اکانتتون رو ساختید میایید تو این قسمت ساین اپ هست. اون ممبر آیدیتون رو اینجا وارد میکنید، پسوردتون رو قرار میدید، این کپچا رو اینجا حل میکنید و ساین اپ رو کلیک میکنید و وارد پلتفرم میشید. خب من وارد پلتفرم شدم، مراحل رو به درستی انجام دادم. ابتدا میخوام یک واریزی $50 انجام بدم تا روی اون با هم صحبت کنیم و پلن ها رو تشریح بکنم براتون که به چه صورت هست و ادامه ماجرا رو با هم داشته باشیم. خب برای اینکه بتونم واریز خودم رو انجام بدم، توی سه خط بالا سمت چپ کلیک میکنم، میام توی قسمت در واقع دپازیت فاند کلیک میکنم و بعد از اینکه کلیک کردم وارد این قسمت میشم که اینجا به من گفته BEP20 TRC20 یا بیت کوین یا در واقع BNB میتونم استفاده بکنم که من میام در واقع از BEP20 استفاده میکنم. توی این قسمت که خالی هست 50 تا تر رو وارد میکنم و این رو میام پایین اسکرول داون میکنم و ببینید تمام در واقع ارزها رو زیرش یک پی یا پیمنت در واقع به رنگ سبز نشون داده. قسمت پی رو کلیک میکنم و واریزم رو انجام میدم. بعد از اینکه من اون قسمت رو کلیک کردم وارد این قسمت میشم، یک QR کد به من میده یا یک لینک، از این لینک میتونم برم واریزم رو انجام بدم. نکته اینجا دقت بکنید، اگر شما دارید واریز میکنید از تراست والت یا از صرافی ایرانی، حتما هزینه ترانزکشنی که دارید واریز میکنید رو در نظر بگیرید تا اون مبلغ 50 تتر، 100 تتر یا هر مبلغی که گذاشتید رو در واقع به صورت سالم اینجا بنشینه. یعنی در واقع هزینه ترانزکشن از طرف صرافی برای دپازیت این پلتفرم با شماست. خب 50 تتر من تو این قسمت 60 و دارید میبینید که شارژم به سلامت اوکی شد. خب از همین بالای توضیح بهتون بگم، اینجا که اومده ممبر آیدی من رو داده، اسمم رو داده، کانتری و ریوارد رو اینجا داده. وقتی میام پایین اون دو تا لینک رو اینجا، همون دو تا لینکی که خدمتتون عرض کردم که هر اکانت دو تا لینک داره رو اینجا داده. یعنی شما اگه لینک راستتون دارید میدید، رفرالی که میگیرید سمت راست میشینه و دیگه شما باید لینک چپتون رو بدید، تعادل ایجاد کنید، برید تا پایین و با بالا دستیتون در ارتباط باشید. وقتی بیاید پایینتر قسمت رنک رو میبینید. به عنوان مثال اینجا دارید میبینید که من با توجه به پلنی که فعال کردم که سقفش 1000 هست، با دو تا تعادل من به 1000 برسه تا 8% رو سود بگیرم. یعنی ببینید اومده در واقع اینجا من گفته که قسمت راستم 70%ش پر شده، اما قسمت چپ هنوز مونده که این باید در واقع پر بشه تا من سود باینریم رو بگیرم، وگرنه خب سود روزانم رو با توجه به این 50 تتری که واریز کردم و روزانه 2 تا 2.5 تا 3% دارم دریافت می‌کنم رو سر جاش هست. خب بعد از اینکه ما واریزمون رو انجام دادیم، حالا میخوایم یه پلن فعال کنیم. یعنی در واقع میخوایم اینجا اکانت خودمون رو اکتیویت کنیم. مجدد میایم توی بالا سمت چپ سه خط رو کلیک میکنیم و میایم توی این قسمت در واقع پکیج پورچیس رو کلیک میکنیم و سه تا گزینه برامون میاد. سلف پورچیس رو مجدد کلیک میکنیم و ثبت میکنیم تا صفحه بعدی برامون باز بشه. توی صفحه بعدی که برامون باز شد، این بالا چارجینگ والت رو میذاریم تیکش خورده باشه، یعنی به همین حالت باشه. اینجا 50 تای خودمون رو یا همون مقداری که داریم رو وارد میکنیم و میایم گزینه‌های پایین‌تر. بچه‌ها اینجا هیچ سختی نداره، هیچ کار خاصی هم نمیخواید بکنید. توی قسمت سلکت کپتین، ماسترز، ماژور و ساپریم تمام اینها رو روی یکی قرار بدید. حالا اینا چیه؟ اینا در واقع لیدرهای بالادستی شما هستن که در سطح ملل و اینترنشنال دارن کار میکنن، یا شما فقط باز میکنید روی یکیش کلیک میکنید و هیچ فرق نمیکنه که کدوم یکی باشه. خب ببینید من همه رو پر کردم. خب این قسمت رو که پر کردیم، مبلغ رو هم که قرار دادیم، تیک بالا هم روی قسمت چارج والت هست. بعد از اینکه این مراحل رو به درستی انجام دادید، قسمت کنفرم رو کلیک میکنید و پلن شما فعال میشه. خب برمیگردم به قسمت داشبورد و یک آموزش کوتاه دیگه بهتون بگم. این بالا سمت راست رو سه نقطه رو کلیک بکنید، این قسمت براتون باز میشه. روی این آیکون که مجدد کلیک بکنید وارد این فضا میشید. اینجا میتونید پروفایلتون رو در واقع آپدیت بکنید، پسوردتون رو چنج بکنید، برای برداشت ولتتون رو ست بکنید، دیپازیت فاند رو از این قسمت هم میتونید داشته باشید و لگ اوت برای خارج شدن از حساب از این قسمت میتونید این کار رو انجام بدید. مجدد روی سه نقطه بزنید، این بسته میشه و جمع میشه. تا اینجا براتون توضیح دادم. یه برداشت 50 تتری هم میخوام داشته باشم که در ادامه با هم میبینیم. شاید براتون سوال باشه که قسمت بالا سمت چپ سه خط
این آیکون‌های دیگه چی هست؟ خب دپازیت فاند رو براتون گفتم، پکیج پاورش رو براتون گفتم، ولت رو از این قسمت اگر کلیک بکنید برای برداشت هاتون هست که میتونید برداشت رو داشته باشید یا ست بکنید. توی قسمت ویدروا ترانسفر هم اگر اینجا رو کلیک بکنید میتونید ترانزکشن هاتون و واریز برداشت هاتون رو ببینید. توی قسمت تیم هم اگر کلیک بکنید اینجا رفرال تیمتون، باینری تیمتون و تیم خودتون رو میتونید ببینید. یعنی هر ساکشن به صورت جدا هست. رفرال خودتون که تو کدوم قسمت قرار داره، رفرال سمت راستتون و رفرال باینریتون رو دارید. پروفایلتون رو اینجا تیکت برای اجنت رو میتونید با از این قسمت تیکت کامیونیکیشن داشته باشید در واقع. خب میخوام اینجا ولتم رو ست بکنم و یک برداشت انجام بدم. سه خط رو کلیک میکنم، میام توی قسمت پروفایل قرار میگیرم، پروفایل رو پیدا میکنم، کلیک میکنم و توی قسمت اد ولت کلیک میکنم و بعد از اینکه اد ولت رو کلیک کردم ثبت میکنم تا صفحه بعدی برای من باز بشه. توی صفحه بعدی این بالا قسمت USDT-TRC20 رو میبینید که هزینه‌اش بیشتر است، من از اون استفاده نمیکنم. از BEP20 استفاده میکنم. آدرسم رو میام توی قسمت خالی قرار میدم و هایلایت سبز رو آپدیت رو کلیک میکنم و برای من اوکی میشه. بارگذاری میکنم و آپدیت رو کلیک میکنم و برای من ساکسسفول میشه و ست میشه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد برمیگردم و اینجا میبینید که کیف پول من توی این قسمت برای من بارگذاری شده و ست شده که توی این قسمت کاملا مشخص هست. توی قسمت BEP20 میام مجدد سه خط رو کلیک میکنم برای برداشت. تو صفحه داشبورد قرار میگیرم، مجدد میام بالا سه خط رو کلیک میکنم و میگردم دنبال گزینه ویدروا ترانسفر رو کلیک میکنم و میام توی قسمت ویدروا ریکوست قرار میگیرم، کلیک میکنم و توی این قسمت میخوام 50 تتر رو برداشت بزنم. این فلش پایین رو کلیک میکنم. از قسمت اینکام ولت میخوام برداشت بزنم چون از قسمت رفرال و سود باینری میخوام برداشت بزنم. از روی ولت که سود روزانه هست کاری ندارم، اینکام ولت رو تیکش رو روشن میکنم و میام توی قسمت بعدی قرار میگیرم. BEP20 USDT من ست شده، اینجا دارید میبینید. امانت یا مبلغ رو تو این قسمت 50 تتر قرار میدم. دقت میکنم که هزینه ترانزکشن رو برای من اینجا توضیح داده، ساعت برداشت رو گفته. بعد از اینکه توضیحات رو خوندم میام توی قسمت هایلایت سبز قرار میگیرم و هایلایت سبز رو کلیک میکنم تا برداشت برای من اوکی بشه. بعد از اینکه این قسمت رو کلیک کردم من رو در واقع به صفحه بعد دعوت میکنه که verify your ایمیل هست، یعنی یک پیام به ایمیل من میفرسته. اون کد رو بعد از اینکه از ایمیلم کپی کردم میام توی این قسمت خالی قسمت کد پست میکنم و قسمت کانفرم رو هایلایت سبز رو کلیک میکنم و برداشت خودم رو انجام میدم تا برای من سکسسفول بشه. بعد از اینکه برداشت رو انجام دادم که معمولا بین 1 تا 6 ساعت هست، معمولا زیر 1 ساعت هست، به تراست والت میرم تا اثبات برداشت رو هم برای شما در واقع نشون بدم. اگر بخوام از توی خود پلتفرم اثبات برداشت رو ببینم میام مجدد بالا سه خط رو کلیک میکنم و میام توی قسمت ویدروا ترانسفر و میام پایین ویدروا ریپورت رو کلیک میکنم. توی این قسمت تمام ترانزکشن های برداشت من همونجور که اینجا میبینید 50 تای من اوکی شده و من برداشتم رو انجام میدم. از قسمت تراست والت هم همکنون سعی میکنم چک بکنم و اثباتش رو با هم داشته باشید. بریم یه سر بزنیم به تراست والت. خب برداشت من زیر 1 ساعت واریز شد که اینجا میتونید ببینید با توجه به اون هزینه ترانزکشنی که خود پلتفرم کم کرده از 50 تتر 45 تتر و 50 سنت برای من واریز کرده که زیر 1 ساعت برای من واریز شد. تمام نکات پلتفرم رو براتون توضیح دادم، چیزی نمیمونه. امیدوارم که چیزی از قلم نیفتاده باشه. قسمت رنگ رو بهتون گفتم که این بالا 2 تا نمودار داره که هر وقت اینا پر بشه شما میتونید سود باینریتون رو بگیرید. قسمت سمت راست و قسمت سمت چپ. توی این پلتفرم دوستان شما میتونید در واقع از اون سودی که پلنی که فعال کردید سود بگیرید و همچنین شما میتونید از قسمت باینری که نکته مثبت و نکته خاص این پلتفرم اون قسمت باینری هست که شما از قسمت باینری میتونید سود نامحدود بگیرید وقتی که داره بالا دستی شما یک سمت شما رو میبره جلو و اگر با بالا دستیتون ارتباط خوبی داشته باشید قطعا توی دستی دیگه هم میتونه بهتون کمک کنه و سودتون رو بگیرید. توضیحات کامل و اجمالی رو بهتون گفتم. توی قسمت سه خط بالا تمام این نکات رو براتون توضیح دادم. این بالا سه خط رو هم براتون گفتم که اگر روی آیکون بزنید
عملیات دیگری رو هم از این قسمت میتونید انجام بدید که با بستن و کلیک کردن هم میتونید این قسمت رو برای خودتون کلوز بکنید. امیدوارم چیزی رو جا ننداخته باشم. یادتون باشه که ما رو توی کانال یوتیوب حتما دنبال بکنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوها جا نمونید. توی این پلتفرم سعی میکنیم به صورت روزانه با شما ارتباط داشته باشیم. حتما با ادمین ها و با مدیر و مالک کانال در ارتباط باشید. برای دوستانی که میخوان باینری کار کنن حتما با بالادستیتون در ارتباط باشید تا اگر نتونستید کسی رو ست بکنید اونها به شما کمک بکنن، چون که ما یک خانواده هستیم. یارتون باشه، قراره تو این پلتفرم با هم بهتر کنیم. در ضمن این رو هم در نظر داشته باشید که رفرال گیری و کار کردن توی پلن باینری کاملا اختیاری است. شما میتونید فقط یک پلن فعال کنید و سود پلنتون رو بگیرید، اما از باینری غافل نشید. دوستان عزیزم توضیحات کامل بود. مراقب خودتون باشید. با من و تیم همراه باشید.